واتساپ چطوری بچه؟ آقا اومدیم یکم کالا فلی بدیم اونجا که من فکر کنم اون ویدیویی که الان داخل چنل شما دیدید اون برای تقریبا حدود 2 ماه پیش بود من گرفته بودم. الان میتونم بگم واقعا نوب شدم و اومدم کالا فلی بدم، اونم دوئل اسنایپ که خیلی داداش شاتگان کشیدم. دوئل اسنایپ نگفت باشه. یکی از دوستان بچه گفتش من با من یکی از دوستان با هم شدیم، اون یکی تک شد و گفتیم بیایم دیگه. خلاصه چه خبر بچه؟ خوبید؟ خوشید؟ چه خبره؟ بالاخره اسنایپ کشید. دانه بچه اول از همه کانال من دنبال کنید، این ویدیو رو لایک کنید و واقعا اگه دوست داشتید حمایت کنید یه کامنت بذارید، یه کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نره، یه کامنت هم بذارید که زیرش که سپنتا نوب باشه یا حالت سوالی. دمتون گرم. چرا تک نمیکنه دیلم؟ اصلا دیلم تک آقا قبول نیست. اون نصف کیلوشو به شاتگان گرفت. من شاتگان بکشم که سوراخ الاطوار. یه گان بچه دارم، خب یه گان دارم واقعا 33 تا دمیجشه، این طرف رو با 4 تا تیر میکشه. یکیش اودنه که با 3 تا تیر طرف میکشه، یکی هم AK47 که اگه اتچمنتش رو خواستید جوین چنل دیسکوردمون به دیسکورد بدید، لینکشو براتون کپشن میذارم. هم اتچمنت دیل اگه خواستید میذارم، هم اتچمنت AK، هم اتچمنت اوده. کلا اتچمنت گانی هم خواستید داخل به داخل اسمش چیه، داخل کامنت ها برام بنویسید که آره دیگه. خلاصه اون بچه راسته اگه دوست داشتید کانال آپارات ما هم فالو کنید. دمتون گرم. داخل یوتیوب بچه من ویدیو میذارم، داخل آپارات استریم هم میکنم، هم ویدیو میذارم هم استریم میکنم. اندره مالا بچه. پینگم حاجی خیلی بده، پینگم افتضاحه بچه. بهتون پیشنهاد میکنم بچه هیچ وقت با این پینگ پلی ندید. پینگم 136 شت، تو رو خدا بیا رو 190 باش 190 تو رو خدا بیا زیر 80 هم 80 هم باشه خوبه. دورو خدا. آها 118 123 115 اینا زدی خوب دیگه دادش. شورمنده.
سپنتا باشه باشه گربه ولی اوکی. این اینجا میاد بچه بسی یه رادار بزنم. یه آها میدونم کجا اینجا اسپام میشه بچه. اینجا اسپام میشه. نمیشه. این زده رو ترای هاردیه. من دارم نوب بازی در میارم نمیتونم بزنمش. نه من نوب بازی در میارم نمیتونم بزنم. یارو علوم داداش هد هیپ فایر رو هیچتی بچه تالا زدی نه یارو افکی باشه. اینجا آدم ها فست بخور اگه داداش دارم فست میزنم به بله تایم اوت خوردم و آها و بابا اومدم رکورد کنم اینترنتم بد شده. چند ساعت 9 اینا بچه داشتم پلی میدادن پینگم 11 بود اصلا پینگم خدا بود. الان هم شد کلان بالا 100 دوپس بچه یارو یارو نوب بود یا می نوب بودم. یه داستان بچه براتون رنکت مچ بریم حال کنیم بچه. اینجاست که قراره گودم رونمایی کنم براتون. این شما و این AK-47 اپیک دایمندی. واقعا بچه کار مورد علاقتون رو کامنت برام بنویسید و یادتون نره حتما کامنت انگلیسی براموش نشه. سورپرایز منم بچه اول ندیدمش پریدم پایین دیدمش. ایچ بچون ایچ دیدید ایچ یه تیر دیگه میخواست. داشتم اسپیدی پلیر دوتا اسنایپی داریم شت.
داره به چی تیر میزنه تو؟ بین کردیم بچه وام بذار اسنایپ خوشگل بکشم براتون. نه اینکه شات کن بود چیز داشتم دیلم. برم اوه بچه من میدونم کجاست. پرنده ایزی. چه تیم حرفه‌ای. نه بچه تیم حرفه‌ایه. تیم حرفه‌ای من بچه قبل اینکه دیل پلیر بشم اول اسپیدی پلیر بودم، بعد زدارجی پلیر، بعدش لوکاس پلیر، بعد الانم خدمت شما هستم با دیل. من از دیل از ایدیسش بدم میومد. زدارجی من خیلی دوست داشتم. البته الانم زدارجی خداست. دستو تموم کن بریم دیگه. بچه داداشمون ماشالله بچه دیگه یه طوری میخوام پلی بدم که هیچ کس نداره. نمیدونم بچه اسمجی مورد علاقه شما چیه، ولی اسمجی مورد علاقه بنده اوتیسه. خیلی راستم بچه گانه خوبه، راستم دوست دارم. این گودش گم کرد.
بچه از ویدیوی بعدی میبینید دیلی در کار زدارجی بلد. از ویدیوی بعدی شما زدارجی میبینید نه دیل. من زدارجی پیکرم بگیرم حالا دن دن دره 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 فینیشه. این راندم بچه به خوبی خوشی تمام شد. بچه یا کامنت انگلیسی یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره. من میدونم بچه این بالا سکمپ کرد. دان شد. بچه 3 نفر رو باید بوتیستان کنیم. What? Holy shit بچه holy shit. بچه 1% هم فکرشو نمی‌کردم منو همونجا ببینه. من با شما بوم بلد نیستید بکارید. یکی هم بوده باید با یکی بوده همچه بچه صداشو میشنوید. بذار بکنمش. صداش اومد. دستم ترشید. داخل کامنت ها بچه برام بنویسید به نظرتون صدا چی بود. یکی 47 بونتی نه بونتی هانتر نداشت بونتی بود. 3 2 bomb let's go. No. فینیشت. خب بچه این دست رو میخوام براتون ویستی وین کنم. یکی سیپیو بده. برو بریم بچه. بچه خب من فهمیدم که الان یارو میخواد از اینجا بیاد. دانه وینیش. گفتم بچه میخوام حرفه کارا
تیم براتون در آوردیم حرفه‌ای. استایپو بده سریع. بابا بچه این راند آخر هر چی ببره وین کرده دستا. 5-4 همه بچه ما تو این برجن شت. یکیشون میخواد بیاد بوم بذاره 4 تاشون جلنا شد ما 3 نفر. یه نفرشون داره میاد. بس ما اینجا کمپ کردن. بچه یکیتون شت. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره تا یه ویدیو دیگه. خدافظ. ای بابا خدافظ.